شما تأثیر گذارید. وقتی که دهنتون رو باز میکنید، وقتی کلام حتی راه رفتن، فقط حضور یک فرد آگاه و یک استاد راستین در یک جمع مشخصه. این فرد فرق داره، نوع نگرشش به جهان رو زیبا میبینه. وقتی که جهان تو زیبا میبینی، جهان هم از همون جنس بهت میده. تو وقتی که بلند میشی، طرب داری، خوشحالی. ببینی شما یه فرزندی داری، چیز گرانبها دستش میدید، میگی نه بابا این الان مثلا این جواهر رو بهش بدم، یا میبره گم و گور میکنه، یا میبره خرج اتینا میکنه، یا میندازه این ور اون ور، نمیفهمه که. پس تو باید جواهر باشی از درون، که جواهر بهت داده بشه، بهت زیبایی های جهان نشون داده بشه.